از خیلی افرادی که قصد مهاجرت دارن وقتی میپرسی هدفت از اینکه میخوای مهاجرت بکنی چیه و در نهایت میخوای به چی برسی، میگن به یه زندگی رضایتمند، به اینکه ما یه احساس رضایت و شادی توی زندگیمون داشته باشیم. اینجا ما باید متوجه باشیم که شاد زیستن با احساس شادی متفاوته. احساس شادی حالتی هستش که وقتی که ما یه خبر خوبی میشنویم و یا فردی رو که دوست داریم میبینیم و احساس شادی رو معمولا به صورت موقت تجربه میکنیم. ولی زندگی رضایتمند و شادزیستن یه چیز متفاوت هستش. توی روانشناسی مثبت اومدن تحقیق کردن و احساس رضایتمندی متداوم توی زندگی رو به سه تا عامل مرتبط دونستن. عامل اول ژنتیک هستش که حدود 50% اون احساس رضایتمندی تو زندگی ما رو تشکیل میده، که البته خارج از کنترل ما هست ولی تا حد خیلی زیادی هم مهمه. عامل دوم به بستگی به اون موقعیت و شرایط زندگی ما داره. اینکه ما کجا زندگی میکنیم، توی چه خانواده‌ای به دنیا میایم، توی چه منطقه جغرافیایی رشد کردیم، چه امکاناتی تو زندگیمون داریم، که حدود 10% رضایتمندی ما تو زندگی رو داره، که البته تا حدی خارج از کنترل ما هسته. شما نمیتونیم انتخاب کنیم کجا به دنیا میایم، توی چه خانواده‌ای زندگی میکنیم، و در عین حال هم میتونیم اونو بهترش بکنیم. شرایط زندگیمون رو میتونیم مهاجرت بکنیم، میتونیم تلاش بکنیم که چیزایی بیشتری تو زندگی به دست بیاریم، ولی در نهایت این هم 10% عامل رضایت ما هست تو زندگی. عامل سوم بستگی به فعالیت‌ها و اون طرز زندگی داره که ما توی زندگی انتخاب میکنیم، که 100% تو اختیار و کنترل ما هستش و اونها رو ما میتونیم خودمون انتخاب بکنیم. و جالب اینجاست که این فعالیت‌ها خیلی رایگان و ارزون هستش و ما میتونیم به صورت خیلی ارزونی اینا رو انتخاب بکنیم و توی زندگی خودمون عادت سازی بکنیم. توی کپشن این ویدیو من راجع به 3 نوع فعالیتی که در واقع این 40% رو تشکیل میدن نوشتم. ولی اینجا ما باید به اینم توجه بکنیم. خیلی افرادی که احساس افسردگی و یا فرسودگی توی زندگی برای مدت‌ها میکنن و در واقع این نوع طرز زندگی رو به ژنتیکشون و یا به شرایط زندگیشون مرتبط میدونن، در واقع دارن از این 40% چشم‌پوشی میکنن. درسته که این 40% به اندازه 100% تاثیر نداره و ما نمیتونیم ژنتیک و اون شرایط زندگی خودمون رو کاملا کنترل بکنیم، ولی همین 40% هم در حدود تقریبا در حدود نصف رضایت زندگی ما در اختیار ما هستش و ما میتونیم انتخاب بکنیم که چه مقدار رضایت و شاد زیستن رو میخوایم توی زندگیمون داشته باشیم.